اسپورتشه، اینم اکوشه، اکونومی و اسپورت. درست؟ بله. برای خاموش کردن یه دونه بالا با این دکمه کار میکنه، یه دونه پایین واسه استاصل قمبندی که استاد میزنه. این فلاشرشه. راهنما چپ، راهنما راست. عقبم چک کنید ببینید سالمه. داره حالا چیه؟ ترمز، چراغ ترمز. پاتونو بی زحمت رو اون پدال بذارید. روشن شده؟ آره. اینجا بالا دانه‌شون شاسی رو میزنه. استوب پلیسش هم این دکمه است. موقت میزنه اینجوری رو دکمه وسط رو خب جک پایین باشه بذارید بنده خاموش میشه، سنسور جک میشه. همین میره تو سیتی. هر خطایی بده درجه، ولتاژ، اختراع، سرویساش میاد این نویگیشنه، فعال نیست، فقط تحریم تلفنه، بلوتوثتون رو فعال میکنید و کارشو میکنید. سیتی هر قسمتش یک کاری داره، یه راهی داره. مثلا این تاپ اسپیدتونه، فرمت تایمتونه، بعد کانکتیت هم بلوتوثتونه که بخواید حالا مثلا مچ کنید. نوشته دیگه همه گزینه‌هاشو. فعلا الان چون نیورده بعد وصل میشه روش. ببین تریپاتونه اودیو مثلا، حالا تریپ یک داره. این ولتاژتونه مثلا اینتر فول اکونومیه، ریدینگ تایمتونه. هر کدومش یه مبحثی داره. اون چیزی که شرکت تعریف کرده رو فعلا بذاریم روش بمونیم. نور صفحتونه بیشترشونه 4 خوبه؟ بیشترشونه 5 آره اوکیه؟ اوکیه. این تریپاتونه که بخواد رسید کنید، تایم سیتینگشونه بخواد